این انشاءاتی که در طول 30 سال با وجودی مشکلاتی که پیش روی ما بود ساختیم، واقعا هم شهر دوشنبه همون شهر باقر رحیم‌زاده بود، عجب شهر دلارای دوشنبه واقعا هم امروز به یک شهر دلارا تبدیل افتاد. البته در قد بلند کردن این بناهای بسیار آشیانه، این مؤسساتی که امروز مؤسسات گوناگون که چهره ملی ما، چهره دولت ما را معرفی میکند، سهم پرزیدنت کشور، رئیس شهر دوشنبه بسیار پرارزش است. این بناها، این شکوفایی شهر دوشنبه نشان میدهد که معمارای ما بیکار ننشستند، کوشش کردند که یک شهر زمانوی را تقدیم مهمانان عزیز کنند و همه این در همین کتابی که عبدالرحمن احمدوف جمع آوری کرده است، چهره خوب همین انشاءات را برای مهمانان، سیاحان در اینجا معرفی میکنند. زیرا هر کسی که به اینجا وارد میشد البته امکانی مثلا سیر و گشت تمام انشاءات را نداره. وقتی که این کتاب بعد از این کتاب مصور، من دیدم که بسیار کتابی پرارزش با رسمای بسیار زیبا، رنگ آرایش یافته است. این کتاب یک نوع، من فکر میکنم به اندیشه این جانب، یک نوع دانشنامه است که برای معرفی کردن پایتخت ما، مؤسسه، بناها، انشاءاتی که در همین طول 30 سال در این یا آن گوشه شهر دوشنبه، ناحیه‌های گوناگون دوشنبه ساخته شدند، همین را معرفی میکنند. پیش از همه سیاحان وقتی که به یک کشور میروند، برای اونها یک چیزی است که باید این پایتخت رو معرفی کنند. من گمان میکنم که همین کتاب بهترین تحفه برای معرفی کردن پایتخت ما برای سیاحان، برای مهمانان، برای دانشمندان، هر کسی که به این کشور میاد، همین کتاب میتواند که چهره پایتخت ما را برای آنها معرفی کنند. یک پیشنهاد دارم که از آن که با این کتاب به تازگی آشنا شدم، باید این کتاب با عدد زیاد نشر شود و هر نفری که به اینجا میاد اونا پیش از آن خریطه را پیدا میکنن. معرفا در قطار من گمان میکنم خریطه شهر دوشنبه، پایتخت عزیزی ما که دل کشور ما است، همین کتاب را اگر در برابر اون خریطه معرفی کنن، اونها با اندک یک کوشش به این کشور ما، با پایتخت کشور ما چی میشن؟ آشنا میشن.